زمانبندی جلسات و برنامه‌ها در تقویم. برای ایجاد یک زمانبندی مشخص از کارها و یا جلسات موجود، می توانیم با کلیک بر روی گزینه زمانبندی جلسات از منوی سمت راست وارد صفحه زمانبندی شویم. در این صفحه زمانبندی‌های ایجاد شده در قالب یک تقویم نمایش داده می شوند. برای تعریف یک زمانبندی جدید بر روی منوی جدید کلیک کرده و سپس گزینه مورد جدید را انتخاب می نماییم. این صفحه شامل قسمت‌های عنوان و مکان که محل برگزاری جلسه یا سمینار می باشد. همچنین شامل زمان شروع و پایان و قسمت شرح که توضیحات مربوطه را می توان در آن وارد نمود. همچنین در این صفحه امکان ضمیمه پرونده موجود می باشد. در پایان دکمه تایید را می زنیم. ارتباط با آوتلوک. برای ارسال تقویم به آوتلوک می توانید در صفحه تقویم مورد نظر در منوی عملیات گزینه اتصال به آوتلوک را انتخاب کنید. در صفحه آوتلوک ابتدا برای امنیت بیشتر از شما یوزرنیم و پسورد خواسته می شود. حال در صفحه آوتلوک می توانید نمای صفحه را در حالت دی، ویک یا مانت قرار دهید. دیتیل را نیز می توان در حالت لو، میدیم یا های قرار دهیم. می توانید تقویم زمانبندی اتاق جلسات را مشاهده کنید یا فقط تقویم آوتلوک را. همچنین می توانید هر دو تقویم را با هم در صفحه داشته باشید و یا این دو تقویم را با هم ادغام کنید که در این حالت در صورت وجود تداخل در جلسات می توانید آن را مشاهده کنید. صفحه را به حالت اولیه باز می گردانیم.